دوستان منزل آقا علیشیر هستیم. جای همگی خالی. امروز در کنار یه تعدادی از رفقا مخلصم، شاکرتم. در کنار سری دوستان هستیم. اومدیم اینجا آقا علیشیر جوجه ها رو هوا کرده، یه 40-50 تا. حالا این دوست داشتیم، نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی یه تعدادشون یه 5-6 تاش پایینن، بقیه دی همه بالا. خیلی خیلی سنگی مایه گرفتن و حالا میخوایم بریم تو جمعشونو، بشینیم تو جمعشونو یه مقداری صحبت کنیم در مورد یه سری موضوعات که اونجا موقعشه یه هدیه خیلی عالی ببری، وقتی بعدا رفتی جلو جاز افتادی حواست باشه. الان این سوپریم کورت جاج تامس گندش در اومده دیگه. سوپریم کورت جاج کلارنس تامس. اونم یه همین رشوه مشوه یه جایی گرفته. آره یه دفعه داشت مثلا یارو ویلاشو بهترین جای هوایی گفته 10 روز برو مخلص آوردشی دست شما درد نکنه بابت همه چی. صبحونه خیلی عالی، جای دوستان خالی، کله پاچه جای همگی خالی. سلامت آقا علیشیر همیشه مهموندار و همیشه زحمت میکشه. علی آقای جی پیشکسوت کفتربازی، محمد آقا همینطور پیشکسوت، علی آقای شیبانی کفتر پرونه، خارجی پرونه بهش میگن، خارجی پرونه هر دو، هم ایرانی هم خارجی میپرونه. قاطی آقا فرزین دکترای کفتربازی، علی آقای شیرازی، به 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 به، ماشاءالله ماشاءالله. سلام. سنگین پرون، انبوه پرونی، ارمسخان گل. زنده باشید. مرسی، چاکرم. ما امروز اینجا جمع شدیم یه ذره هم استفاده ببریم از دوستان، همین که در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم. فکر کنم داداش آقا علیشیر هم اینجا هستن، آقا سیاوش کفترباز تیر، ماشاءالله. آقا علیشیر استارتشو میزنه. یه راستشو بخواید بذار من حالا بگم، همین که داریم ویدیو میگیریم بگم که جریان چیه. ما امسال میخوایم از همه دعوت کنیم کفتر بپرونن. خب حالا آمریکا، هر جا، حالا ما تو آمریکا هستیم تصمیم گرفتیم اینجا رو بسنیم کفتر بپرونن. مثل همین جمعا اگر بتونن انجام بدن که خدا خیرشون بده. هر کم هرچی پرون بگه ما کفترمون رو پروندیم، ویدیو بگیره بذاره و این کارا رو بکنه. حالا آقا علیشیر استارتش میزنه، بقیه دوستانم اگه صحبتی هست بفرمایید. که البته علی آقا هستن، محمد آقا فرزین، علی آقا همه بزرگترن و بهترن بلدن، ولی خب دیگه برای دوستان، جمع دوستان دور هم باشیم و گپی بزنیم، سالی 1-2 بار جوجه‌ای بپرونیم یا کبوتری بپرونیم، عشقش هم به همین چیزاست. در صورت که امیدواریم که دوستا هم همه جوین کنن انشالله، یه همچین کاری رو بتونیم همگی انجام بدیم. بچه‌ها هم که از جای دیگه میان بتونیم همگی پروازای حالا هر چی بود فدای سره. بله. ولی فقط همین جمع باشن، همه دور هم بتونیم بگیم و دور هم حال کنیم. همیناش هم قشنگه ها. همیناش هم قشنگه. همین که دور هم همه جمع میشن و لذتشون برن. امیدواریم که شما یه پیغامی نمیخوای بدی برای گروه اشبازان آمریکا؟ گروه اشبازان آمریکا ما دیگه کوچیک همه هستیم و آقایی شما در صورت ما که هر سال میپروندیم و امسال هم میپرونیم. از 15 جون تا 15 جولای سعی میکنیم کپکیامون رو بپرونیم. هر کی هم دوست داشت تشریف بیاره، ما هم مخلص همه ایم. مرسی. در صورت مرسی، متشکرم، خیلی لطف کردید. انشالله سفرتون حالا تاریخش هم نزدیکتر بشیم، تاریخ دقیقش هم میگیم، ولی معمولا همون روزا ما میپرونیم دیگه. فکر کنم اصلا اعلام کنیم توی اشبازان، اعلام کنیم که مثلا فلان تاریخ. حالا هر کسی هم که دیگه دوست داشت میتونه اون موقع بگه که بله. حالا اگه دوست داشت بریم سیاتل هم میریم، به افشین هم پیغام بدیم. میشیگان هم میریم حتما. اتفاقا آقا افشین هم اگه بتونه بیاد که حرف نداره. آره افشین هم مسافرت کنیم سرش، الان تازگی‌ها شلوغه. آره افشین حالا ببینیم. وفا هم همینطور، وفا هم خیلی وفا که داره میاد. وفا داره میاد. آره. خب خیلی عالی. علی آقا خیلی ممنون. علی آقا شما اگه پیغامی چیزی هست، شما که بابا اینجا این بغل کلی کفتر هوا میکنید.
ما فقط میام دور و بر ماشاءالله. دوستان. خدا خیرتون بده. از این مجالس خیلی خوشحالم که کسایی مثل اردشیر میتونن بچه‌ها رو دور هم جمع کنن و صفا و صمیمیتی که باعث میشه به خاطر کفتر دور هم جمع شه که خودش یه نعمت بزرگیه. دقیقاً. مرسی از شما محمد آقا. قربان شما. مخلصی. خیلی خوش اومدید. ما همیشه این دوره همی که جمع میشیم بهش میگیم دوره همی عاشقای پرواز. واقعا همه عاشقان پروازن. یه حقیقت. و ما اینجا با آقای اردشیر طالبی و برادرشون آقای سیاوش طالبی آشنا شدیم از ایالت اورگان. تقریبا 22 ساله که با هم رفیقیم و واقعا ایشون یعنی هم کفتر خوب میشناسه، کفترهای خوب ایران همیشه اینجا داره و خیلی هم مثلا مهمتر خیلی آدم مهمون نوازه و همه رو دور هم جمع میکنه. چون ایرانی‌ها خب همه کفتر دوست دارن ولی بعضیا امکانشو ندارن که خودشون داشته باشن و ما میایم پیش آقا اردشیر همیشه تابستونا یکی دو شب دوستان میان و میمونیم. واقعا خیلی لطف میکنن به همه دوستان. یعنی یه هدیه برای ایرانی‌ها و میخوایم به ایرانیایی که تو ایران هم هستن و عاشق پروازن لذت ببرن. اینه که از آقا اردشیر واقعا ما خیلی ممنونیم که همیشه بانی دور هم بودن دوستان. واقعا مرسی محمد آقا. خیلی ممنون. علی آقا شما پیغامی چیزی دارید؟ عرضم به حضورتون که دوستان همه چی رو گفتن. پذیرایی عالی دیدین. کله حقیقتا همیشه همینطوریه. بسیار زیبا. کبوترای خوشگل دارن میپرن و بالا دیگه از این بهتر نمیشه. واقعا به لطف اردشیر جان ما 5 سال پیش آشنا شدم باشون. اومدیم اینجا برای اولین بار. خیلی از دوستای دیگه 6 سال پیش بود علی آقا. آره یادت نیست با هم. بله من اومدم با پرویز گفتم کجایی شما یه جریانایی اینجا هست. حالا بعد تازه فامیل در اومدیم ما باش. اون موقع ما تازه فهمیدیم چه خبریه برا. از اون موقع دیگه ما هر سال میام لذت میبریم از این پرش و از این پذیرایی از این معرفت و از این دوستی با اینا. واقعا دستشون درد. یه حقیقته. مرسی از شما آقا فرزین. خواهش میکنم. در خدمت شما. در درجه اول جای دوستانی که اینجا نیستن خیلی خالیه. حقیقتا بله کاملا. واقعا جای باصفایی، جای خیلی از هر نظر باغ و حیوان و دوستان از همه مهمتر اردشیر جان که اینقدر با وفا و مهربونه که در خونش همیشه به روی همه بازه و اون لطف و صفا و صمیمیتی که داره همه رو به خودش جذب. واقعا که قدرت جاذبه داره. 100% جاذبه مثبت. بله و چقدر خوبه که واقعا این کفتر تو زندگی ما اومد که ماها رو همه با هم آشنا کنه. وسیله بشه برای این گرد همایی ها، وسیله بشه برای دوستی و رفاقت و به قول معروف عشق و صفا. بله مرسی. دیگه جای همه خالی. حالا ایشالله تابستون به امید خدا تعداد بیشتری رو میبینیم. ایشالله و تعداد بیشتری هم قراره که کفتر هوا کنن. یا بریم ببینیم یا اینکه ویدیوشو بگیرن بیان اینجا. حالا هر جوری که بشه واقعا تصمیم گرفتیم امسال کارو بکنیم. یعنی دیگه بعضی‌ها براشون حقیقتا هم توی که مشکله. خیلی سخته. بله. لحاظ جاشون و لحاظ ولی همون که اشبازن و کبوتر دارن میتونن زحمتشو بکشن، تمیزش کنن، نگرش دارن، سلامتیش همون هم خیلی خوبه. بله. همون عشقش دارن که مثل محمد آقا دوستمون یا آقا فرزین الان صبح ساعت 4 صبح بلند شن رانندگی کنن 2-3 ساعت تو این ترافیک بیان اینجا به خاطر رفاقت و کبوتر. همون برای همه به نظر من از همه مهمتره. بله کاملا. مخصوصا تو دیار غربت دیگه. واقعا این دوره هم که دوستان رو جمع میکنه خیلی صفا داره. برای خود ما هم خیلی صفاست. 25 ساله داره این کار میکنه. 26 ساله. 26 ساله داره این کارو میکنه. طبیعتش اینه اصلا لذت میبره که دوستان رو جمع میکنه. واقعا. یعنی دوستان از هر مرام و مذهب و عقیده‌ای هم باشن واقعا همیشه
خوش اومدن تو خونه آقای اردشیر. واقعا بچه با سلامت. صفایی. یه حقیقت خدا خیرش بده. برادرشون بله استاد سیاوش قربون شما خیلی زحمت میکشه به خدا. سیاوش هم خودش خدایش خوش. بله همینو میگم دیگه، خیلی هم زحمت میکشه دوستان آقا فرزین علی آقا. بله مرسی علی آقا. بچه‌ها میگن همه بار یک داریم و برگ یک شاخسار. بله حقیقته، یعنی فرقی نداره ایرانی باشیم انسان باشیم خارجی هم بودیم فرقی نداره. بله انسانیت از همه مهمتره. خب علی آقا شما اگه پیغام چیزی داری برای دوستان؟ چیزی برای ما نذاشتن که بگیم. همه چیزها رو گفتن. جدا واقعا از این بهتر دیگه نمیشه. و از نظر پراندن کفتر دیگه همجور که صحبت شد تابستون هر کی خواست هر تعدادی میخواد بپرونه اگه بگه بد نیست. یه اسکیوزی هست که آدم دور هم جمع بشه کفترها رو بپرونه. بله این کاره رو امیدواریم که اینا انجام بدن و تابستون همین برنامه داشته باشیم انشالله و مثلا تعداد بیشترش فقط آقا اردشیر نباشه دیگرون هم باشن. بله که بریم کفترهای دیگرون هم آدم ببینید اونا چی کار میکنن. علی آقا شما چند بار امسال میخوای بپرونی؟ من هر روز میپرونم. هر کی هم خواست هر روز خواست بیاد میگم ما بیکار و بیار. دوبار قانع نیست. نه یه 50 بار میپرونه. بله خلاصه این دیگه از این بهتر جدا نمیشه دیگه. اگه بچه ها دلشون بذارن و دل هم و انشالله بیام بریم این برابر و کفترهای دیگران رو ببینیم، شاید یه درسی یاد بگیریم و لذت ببریم. فقط عشق دیگه، از یه عشق بهتر. اتفاقا با آقا اردشیر صحبت میکردیم دیروز اگه یادتون باشه، با اردشیر صحبت میکردیم. اردشیر حرف خوبی زد، گفت که خوبه که آدم بره اونایی که کفتر میپرونن ببینه، ازشون تجربه کسب کنه. بعد 25 تا 30 سال کفتربازی حداقل این حرف از این آدم خیلی جالب بود برام که هنوز دنبال تجربه است، هنوز که هنوز دنبال این میگرده که یکی کفتر پر آدم بره یه چیزی یاد بگیره ازش. بله خیلی مهمه. تنها راهش همینه. برای که اگه فقط خودت کفتر بپرونی دیگرون رو نبینی، نمیدونی اون کاری که داری میکنی درسته. یعنی از تنها راهی که میدونی موفق هستی باید دیگرون هم ببینی که بفهمی، تخمین بزنی کفتر خودت به دیگران چه فرق. حالا من یه شوخی هم میکنم با این دوستانمون. یه سری هم داریم که کفتر میپرونن تو آسمون، یه سری هم داریم کفتر نگه میدارن زیر گنجه هوا میکنن، تو تور هوا میکنن. حالا اونا هم که تو تور نگه میدارن، تو تور هوا میکنن هم میتونیم بریم ببینیم، اشکال نداره. مهم مهمونی‌ها و دوره همی هست که لذت شو بریم. در صورت از همگیتون ممنون که لطف کرد و منم از طرف گروه عشقبازان آمریکا ازتون تشکر میکنم، از همه دوستانم تشکر میکنم. ما یه یوتیوبی درست کردیم، خیلی خیلی خوب بود و ویدیوهایی گذاشتم توی در واقع یوتیوب، خیلی خیلی طرفدار داشت. حالا همینطور پیغام میاد زیرش که چرا ویدیو نمیذاری؟ چی شده ویدیو نمیگو؟ گفتیم میذاریم، بذار تابستون میشه. پارسال نذاشتیم، همه گفتن چرا. حالا امسال ان شاءالله هر جا که بشه ویدیو میذاریم و شروع میکنیم روش کار کردن. اگه وقت بشه و خدا یاری کنه و بتونیم بریم این کاری بکنیم، آمریکا بذاره میریم این کارا رو هم میکنیم به امید خدا. خیلی ممنون از همگی. من که با منو دیدن محمد آقا که خودت انقدر داری زحمت می‌کشی. اختیار. خیلی ممنونم از همگی. متشکرم از شما. شما هم کفتر میپرونید؟ یه دو تا دونه. یه تعدادی بالا، یه تعدادی پایین. یه دو تا دونه هم ما میپرونیم ان شاء الله. یه تعدادی بالا میپرن یکی. آره ان شاء الله ببینیم که چه قسمت باشه امسال. بتونیم مهمونی هم من میگیرم که همه دور هم جمع شیم و خوشحال بشیم در اصل. خیلی ممنون از شما. تشکر میکنم از لطفتون. زنده باشید. خیلی ممنون. دیگه خودت احتمالاً آره اینو من درستش میکنم. مرسی از همگی. مرسی از همگی.